مخفی بهتون نشون میدم که تو اوج شلوغی هم برید زیارت. از سمت مسجد گوهرشاد میرید رواق گوهرشاد، بعد موقع نمازا، نماز ظهر، نماز صبح، نماز مغرب، تمام درهای سمت زری بسته است. فقط این در بازه و میرید خلوت زیارت. تو اوج شلوغی هم موقع نمازا درها بسته است و قسمتی که ذریح امام رضا علیه السلام هست خلوت شما میری زیارت. کسی هم کار نداره خواهد ما فیلم بگیری، عکس بگیری. راحت میری زیارت. التماس دعا.